سلام به همگی. تا حالا از خودتون پرسیدید که رایج‌ترین فتیش ها تو دنیا چیا هستن؟ امروز میخوایم با هم یه نگاهی بندازیم به 10 تای اول، یه جور شمارش معکوس. و بهتون قول میدم نتایجش حسابی غافلگیرتون میکنه. اما قبل از اینکه شروع کنیم یه چالش کوچیک. به نظرتون شماره 1 چیه؟ یه حدسی بزنید و گوشه ذهنتون نگهش دارید، آخرش میبینیم کی درست گفته. خب، ولی قبل از اینکه بریم سراغ خود لیست، خیلی مهمه که اول بدونیم اصلا فتیش یعنی چی. باید یه تعریف دقیق ازش داشته باشیم. ببینید، فتیشیزم یعنی وقتی که برانگیختگی جنسی یه جورایی گره میخوره به یه شیء خاص یا یه قسمت خاصی از بدن یا حتی یه موقعیت خیلی مشخص. یعنی تمرکز دیگه روی خود اون آدم یا اون عمل جنسی نیست، بلکه روی اون محرک خاصه. و اینجاست که باید یه مرز خیلی مهم رو مشخص کنیم. ببینید، یه وقت شما یه چیزی رو جذاب میدونید، مثلا کفش پاشنه بلند. خب این یه ترجیح کاملا هم عادیه. اما یه وقتی هست که برانگیختگی جنسی فقط و فقط با وجود همون کفش پاشنه بلند اتفاق میفته و بدون اون اصلا ممکن نیست. اینجاست که دیگه از یه ترجیح ساده عبور میکنیم و بهش میگیم فتیش. خب، حالا که همه روی یه تعریف مشترک توافق کردیم، آماده اید که بریم سراغ لیست؟ شمارش معکوس ما از شماره 10 شروع میشه. خیلی خوب، بریم سراغ ستای اول. رتبه 10 مربوط میشه به بوها و موی بدن. شماره 9 پوشیدن لباس حیوانات هست که بهشون فری هم میگن و شماره 8 مربوط به اندازه ها و شکل های خیلی خاص بدنه، مثلا کشش به سمت افراد خیلی قد بلند یا خیلی چاق. خب، بریم سراغ شماره 7. شماره 7 فتیش مربوط به ترشحات بدنه. این میتونه چیزهایی مثل عرق یا ادرار باشه که خب دومی به باران طلایی هم معروفه. و اینجا باید روی نکته فوق‌العاده مهم تاکید کنم. این نکته در مورد تک تک موارد این لیست و کلاً هر رابطه‌ای صدق میکنه. رضایت. هر کاری، هر فعالیتی باید با رضایت کامل و آگاهانه همه طرفا باشه. این یه خط قرمزه که اصلاً و ابداً نمیشه ازش رد شد. بسیار خوب، بریم ببینیم جایگاه ششم لیست به چی اختصاص پیدا کرده. شماره 6 اگزیبیشنیسم یا همون عورت نمایی، یعنی تمایل به اینکه موقع رابطه جنسی دیگران تماشاتون کنن. و بازم تأکید میکنم این کاملا با رضایت طرفینه و هیچ ربطی به اون عمل غیرقانونی که بعضی جلوی غریبه ها انجام میدن نداره. این دوتا رو باید کاملا از هم جدا کرد. و حالا وارد 5 تای اول میشیم. رتبه 5 تعلق میگیره به تاتو و پیرسینگ. و نکته خیلی جالبش اینه که طبق تحقیقات این یکی از معدود فتیش‌های توی این لیسته که بین خانوم‌ها رواج بیشتری داره. دیگه داریم به صدر لیست نزدیک میشیم. هیجان داره بیشتر میشه. رتبه 4 یه مورد خیلی خیلی وسیعه. شماره 4 فتیش لباس زیر و کفشه و جالبه که این یه طیف خیلی گسترده رو شامل میشه. یعنی از یه کتونی ساده و لباس زیر نخی گرفته تا لباسهای چرمی و کفشای پاشنه بلند. پس فکر نکنید فقط چیزای خیلی خاص و به اصطلاح سکسی رو شامل میشه. خب دیگه رسیدیم به بخش اصلی ماجرا. ستای اول، مدال‌های طلا و نقره و برنز، رایج‌ترین فتیش‌ها. ببینیم کیا روی سکو میرن. بسیار خوب، مدال برنز یعنی جایگاه 3 میرسه به بویریسم یا همون چشم چرانی، یعنی لذت بردن از تماشای رابطه جنسی دیگران. و برای بار چندم میگم چون خیلی مهمه، شرط اول و آخرش رضایت 100% همه کسایی که درگیر هستن. و اینجا یه نکته خیلی جالب هست. یادتونه شماره 6 چی بود؟ عورت‌نما، کسی که دوست داره تماشا بشه. و حالا شماره 3 چشم چرانه، کسی که دوست داره تماشا کنه. این دوتا میتونن یه جورایی مکمل کامل هم باشن، البته همیشه با رضایت طرفین. خب بریم سراغ مدال نقره. رتبه 2 فکر میکنم این یکی خیلی ها رو متعجب کنه. رتبه 2 کاکولدیزمه. یعنی چی؟ یعنی برانگیختگی از طریق دیدن یا حتی تصور کردن اینکه شریک زندگیتون با رضایت کامل با یه نفر دیگه رابطه داره. طبیعتاً این هم چیزیه که کاملاً با توافق و هماهنگی قبلی بین زوجین اتفاق میفته. و رسیدیم به لحظه موعود، شماره 1. برای آخرین بار ازتون میپرسم حدسی که اول کار زدید چی بود؟ هنوز روش هستید؟ خب، رایج‌ترین فتیش در تمام دنیا هست پا و انگشتان پا.
بله، درست شنیدید. رایج‌ترین فتیش در کل دنیا فوت فتیشه. و نکته جالبش اینه که این مورد به شکل قابل توجهی بین مردها شایع‌تر از زنهاست. خب، این هم از لیست 10 تایی ما. و در آخر میخوام شما رو با این سوال تنها بذارم. این همه تنوع، این همه گستردگی در امیال و علایق واقعاً در مورد پیچیدگی و طیف وسیع تمایلات جنسی ما انسان‌ها چی بهمون میگه؟